در کل وقتی سه نشانه را خانواده ها در کودکشان ببینن، باید دفعتا به یک مرکز توانبخشی آتیسم ببرن. اولین نشانه ایشان ارتباط چشمی است. ارتباط چشمی اصلا ندارن، یا اگر دارن هم کم هست. دوم، تمرکز است. صحیح؟ سر یک مورد تمرکز کرده نمیتونن. درست؟ متمرکز شده نمیتونن با یک مورد، از یک فعالیت به دیگه فعالیت میپرن. سوم، زبانشان رشد نمیکنن. صحیح؟ یعنی زبان نه میفهمن و نه هم عکس العمل نشان میده به حرفهای دیگران. وقتی مثلا درخواستی از او میشه، او را نمیفهمن، از همین خاطر غلط میکنن. بیشتر کودکان وقتی مثلا به او دستور داده میشن، او را در نیمی را غلط میکنه. مثلا برش میگه که گیلاس بیار، او چاینک میاره یا موبایل میاره. صحیح؟ یعنی قسم، یعنی پردازش ندارن از چی، از حرفهای دیگران. پس وقتی اینی نشانه ها را، اینی نشانه های ابتدایی را در کودکانشان دیدن، باید حتما زودتر به یک مرکز مراجعه کنند تا هر قدر زودتری تشخیص شوند، هر قدر زودتر مداخله شوند، همان قدر نتیجه بخش خواهد بود.